کنم. آقا سلام، خیلی خوش آمدید. خوشحالیم از زیارت مجدد شما. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. مخلصیم. بنده خوشحالم که در خدمت شما و خدمت از ما هستم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اللهم صل علی محمد. عرض سلام و اراده دارم محضر دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، حضور قبول طاعات و عبادات و همین عبادتی که الان دارن انجام میدن که از خیلی از عبادات فضیلتش ارزشش بیشتره. خدا انشاءالله قبول کنه و خدای متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما دوستان عزیز باشم. انشاءالله اون چی که به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و شماست بر زبان ما و شما جاری بشه. انشاءالله که برنامه ما رو گامی در جهت تعلیم و تعلم اسلامی پیش ببره. امیدواریم اینجوری باشه، چون هر جا سوال باشه علم هم هست. یعنی در واقع پرسش کلیدی است که گنجینه‌های علوم رو باز میکنه و فرض اینه که شما دارید سوال میکنید. منتها حالا علوم و اینها فرق میکنه. یه وقت علمی است که حالا دونستن ندونستنش خیلی فرق نمیکنه. پیامبر وارد مسجد شدن، دیدن یه گوشه مسجد مردم ازدحام کردن. پرسیدن چه خبره؟ گفتن یا رسول الله علامه اومده. پیامبر فرمود که و مل علامه، نفرمود علامه کیه. علامه چیه؟ مل علامه، علامه چیه؟ گفتن یا رسول ایشون عالم به انساب عرب، تیره های عرب رو میشناسه که فلان مثلا بنی اسد چند شاخه شدن، هر شاخهشون کجا رفتن، وقایع عرب، جنگ ها و درگیری های عرب، اشعار عرب، ادبیات مثلا طائعه امرؤ القیس چند سطر مثلا مطلعش یا آخرش. پیامبر با اینها چیزهایی است که دونستنش فایده نداره، ندونستنش هم ضرر نداره. مثلا ندونه که حالا مثلا این فلان جنگ عرب چی شد، چه اتفاق افتاد، کیا بودن، چرا جنگیدن. بعد خود پیامبر فرمود انما العلم ثلاثه، علم فقط و فقط 3 شاخه میشه. آیات محکمه که گفتن عقاید و کلام و باورهای انسان باشه، او فریضه عادله که گفتن که اخلاق و تربیت باشه، او سنت قائمه که احکام و فقه و اون شاخه سوم باشه. و اولی میگن فقه اکبر که عقاید باشه، چون پایه و اساس و بنیان همه باورهای انسان است. به دوم میگن فقه اوسط که وسطی باشه. به آخری هم میگن فقه اصغر، اعتقادات، اخلاقیات و احکام بر میگن فقه اصغر به احکام. بعد فرمود که ما خلاهن فضلون، از اینا گذشتی بقیه‌اش دیگه زیادی است. چیزی که به درد دنیا انسان نخوره به درد آخرت انسان نخوره. حالا چیزی که انسان عمرش تلف کنه، که مثلا فرض کنید که حیات سوسکا مثلا به چه شکلیه، عیبی نداره، اینا علمه. ولی خب وقتی انسان علم‌های ضروری تر داره، از علی علیه السلام فرمودن العلم اکثر من ان یحصی فخذ من کل شیء احسنه. علوم بیشتر از اون حدی هستن که انسان بتونه همه رو جمع کنه، همه رو بلد باشه. تو یه رشته هم شما وارد بشید باز آخرش نمیرسید. پس دنبال بهترین ها باشید. این بحثی که الان مطرح میشه تو سوال‌های دوستان و پاسخ‌هایی که داده میشه، این از همون بهترین هاست. قطعاً یا آیات محکمه هست که غالبا اینجوریه چون عقاید، یا فریضه عادله هست. دوستان هم لابلاش زیر سیبیلی چند تا سوال احکام هم میپرسن. آره که ما هم جواب میدیم. دست شما درد نکنه. پس این 3 شاخه فقه رو ما تو این برنامه‌ها با دوستان عزیز بیننده داریم. یه سوال پیش اومد. این توضیح که از اونجایی که ذات برنامه پرس رو پاسخ، فکر می‌کنم سوال خیلی مردم باشه، حالا با توجه به اینکه فرمایشی که داشتیم. پس این در واقع علم یا فقه اکبر و اوسط و اصغر، اینها بهترین ها هستن که ما بریم برای کسب علم تو این حوزه ها. ولی اونا رو که رد نکردن، چون تو خود قرآن هم مثلا اینکه سوسک ها رو حالا سوسک رو نفرمودن، ولی مثلا شتر رو فرمودن، یا مثلا مورچه، نمیدونم زنبور عسل. این ما دعوت شدیم، چون وقتی اینا رو تو زندگیشون تحقیق میکنیم یا دانشمندا میرن بعد ما میفهمیم اینا چه عجایبی دارن، خب پی بزرگی خدا میبریم دیگه. یا مثلا تاریخ جنگ بین اقوام مختلف رو میخونیم، مرور میکنیم، که خود قرآن هم ازش استفاده کرده دیگه. جنگ اقوام رو برای ما مثال زده و اینا. خب اینا رو که مرور میکنیم، بعد این نزاع، اینا عامل نزاع اینا رو که وقتی بهش فکر میکنیم تجربه میشه که ما دوباره مثلا دچارش نشیم، مثلا عبرت بگیریم از این جهت.
این که پیامبر فرمودن که این سه تا علم بقیهش زیادی است که شما فرمودید اون خودش آیت محکمه هست. اینا داشته باشید. من مثلا فیزیک هستی رو مثال بزنم. بله. از یه دانشجو فیزیک هستی مثلا میره تو چیز، یا یک دانشمند فیزیک هستی میره و مطالعه میکنه، همین که به علت فاعلی رسید، فرمول‌ها رو کشف کرد، همونجا متوقف میشه. بله. دیگه جلوتر نمیره. این علم سکولاره، علم لایکه. این علم دینی، علم اسلامی نیست. اما اگه بعد از این که کشف کرد رابطه بین اینها رو، فرمول رو فهمید، این سوال مطرح کرد که خب کی این کارو کرده؟ اون دست حکیمانه که پشت کار بوده، اون کی بود که این حکمت ها، این ظرافت ها، این لطافت، این روابط و این قواعد رو اینجا ایجاد کرد تو بین. بله. این میشه آیت محکمه. یعنی این فیزیک هستی میشه همون آیه که پیامبر فرمود آیت محکمه. بله. اگر از علت فاعلی رفت سراغ علت قایی، هدف چی بود، غایت چی بود، چرا این اتفاق افتاد، کی این کارو کرده، این میشه آیت محکمه. دقیقاً میشه همون شاخه اول علوم. درست. اگر از اون کسی که مثلا در فیزیک هستی داره تحقیق میکنه بپرسن که شما برای چی این کارو میکنی؟ خب چون تو اینجا پول بیشتره، شهرت بیشتره، قدرت بیشتره، بمب اتم بسازیم که بریم سر مردم کشته بشن. این علم لایک. و گفت که نه، من مسلمانم، قرآن دستور داده که ما نباید زیر سلطه کافر باشیم. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. من برای اون برای تحقق قاعده نفی سبیل دارم مطالعه میکنم. من میخوام از این طریق داروهای ضد سرطان رو کشف کنم و بیماران سرطانی رو شفا بدم. این میشه همون فریضتون عادله. این عین اخلاقه، درست، عین تربیت. یعنی همین علم شد فریضتون عادله. یه وقت از دانشجو میپرسی شما چرا رشته انتخاب کردی؟ خب رشته خوبی است، شهرت توش هست، قدرت توش هست، پول توش هست. این علم سکولاره. بله. یه وقت میگه که خب من مقلدم، مرجع تقلید من فتوا داده که مادامی که جامعه به فیزیک هستی نیاز داره، بر همه واجب کفایی است که تو این رشته درس بخونن. این دیگه میشه همون احکام، میشه همون سنتون قائمه. درست. پس میشه فیزیک هستی ای رو در این حال که همین فیزیک هستی است هم آیتون محکمش کرد، هم فریضتون عادله، هم سنتون قائمه، مشروط بر این که عرض کردم که جهت تکاملی و جهت خدایی باشه. درسته. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. من یکی دو تا سوالی که برام پیش اومد دیگه میسپارم دست مردم، موکول میکنم اونا بپرسن. بریم سراغ سوالات مردم. من قبل از پرسش سوالات میخواستم بعد از مقدمه شما این نکته بگم که حالا الان بگم. اونم اینه که ما خیلی مورد اقبال واقع شده برنامه‌ای که با شما هستیم و سوالات خیلی زیادی داریم دریافت میکنیم و من دلم میخواد به نمایندگی از همه کسانی که پیامک دادن که تعدادشون هم خیلی زیاد بوده از شما تشکر بکنم بابت وقتی که میگذارید و تشریف میارید. ما با اینکه الان 2 روز در هفته هم آقای حسین زاده، آقای قاسم تبار مدیر محترم گروهمون اختصاص دادن به اینکه سوالات مردم رو شما زحمت بکشید پاسخ بدید، باز خیلی‌ها میگن که آقا پیامک داشتیم که آقا بازم اضافه تر کنید. ما دوست داریم که مثلا این برنامه آقای محمدی شاردی بیشتر باشه و استفاده کنن. خیلی تشکر کردن. خدا خیرتون بده. منم تشکر می‌کنم از همه دوستان. اگر خوبی دیدن مال اسلام و مال کلام اهل بیت علیهم السلام هست. اگر نقص و ایرادی دیدن اون رو به حساب ما بذارن، ولی محاسنش رو کلا به حساب اسلام بذارن. هیچ ربطی به بنده و امثال بنده. زنده باشین ان شاءالله. زنده باشین. خیلی هم ممنون. ان شاءالله اجر این کار خیلی خوب و ارزشمندتون هم از پیامبر اسلام و اینها دریافت بکنین. خب اجازه بدین ما بپرسیم سوالات رو. گفتن متاسفانه توی زمان ما برخی از خانم ها رعایت نمی‌کنن و در منزل و حتی مکان‌های عمومی بدون رعایت پوشش مناسب ظاهر میشن. حالا مثلا منزل کسی میرن و عموم مکان‌هایی که هست، بر اساس روایات آیا نگاه کردن به این افراد گناه محسوب میشه و عواقب اخروی داره یا خیر؟ خب بله، نگاه کردن به موی سر یا بدن زن نامحرم حرامه. وقتی حرام شد کیفر هم داره. این در صورتی که نگاه کند. یه وقت میبینه، چون غالبا اینایی که میگن تو خیابون داره راه میره، موی سر میبینه، مثلا بدن میبینه،
اون اشکال نداره. یعنی انتخاب نمیکنه که ببینه، اراده نگاه کردن نمیکنه، میبینه. همون یه وقت انسان نگاه میکنه، یه وقت میبینه. نگاه کردن حرامه. تو روایت هم نظر داریم، نه رؤیت. یه وقت انسان میبینه، خب داره تو خیابون راه میره، نمیتونه چشمش ببنده که، داره راه میره، دو نفر دارن غیبت میکنن، به گوشش میخوره. این سامع غیبت، شنونده غیبت نیست. کی شنونده غیبت میشه که احد المخاطبین که اصلا دو غیبت کننده هست زمانی که بشینه گوش کنه. پس اینجا یا میبینه دیدن رو ادامه بده. همین برنامه‌اش اون با ارادش نگاه، این دیگه میشه نگاه کردن. یه مطلب بعد این که بعضی ممکنه که مثلا مسلمون نباشه، فرض کن اهل کتاب باشه تو جامعه. خب اون نگاه کردن به اون شخص حرام نیست، البته اون جاهایی که معمولا نمیپوشن ها، ولی اون جایی که میپوشن باز نگاه کردنش حرامه. مطلب بعد این خب بعضی از ایلاتیا، بعضی از این چیزایی که تو چادرها اینها زندگی میکنن یه لباس خاصی دارن. بله. اون لباس خاصشون چه بسا اون حجاب اسلامی توش مراعات نشده باشه. اونها هم در همون حدی که لباسشون اقتضا میکنه، باز بسیار از فقها گفتن اشکالی نداره. اما غیر از این باشه، نگاه کردن بله حرام هست. ما نباید نگاه کنیم، یک، و دو هم اگر شرایط امر از منکر فراهم هست حتما باید امر معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم. مخصوصا که اون حد اقلش اینه که با رو برگرداندن و نشون دادن که چون شما لباس مناسبی نداری من رو برگرداندم از شما، به شما نگاه نمی کنم، یا چهرم درهم شد وقتی شما رو با این لباس دیدم چهره من درهم شد. این نهی از منکره ها. بله. این پایین ترین حد نهی از منکر هست. اینو حتما باید انجام داد، این حد اقلشه. و چون این واجب عینیه، مراتب بالاترش واجب کفایی است. شرایطی هم داره، 4 تا شرط داره که اون شرایط نباشه واجب نیست. اینجا هیچ شرطی هم نداره، واجب عینی هم هست، بر همه واجبه. و اگر همین هم انجام بشه بیش از 90% مشکل بدپوششی حل میشه. اگه این همین حداقل مراعات بشه. ولی خب مراعات نمیشه دیگه. حالا به هر حال این احکام دیگه هم براش مترتب هست. فقط نگاه نکردن اون یک حرفه، ولی خب این مثلا نهی از منکر کردن یا چیز دیگه هم باز حرف دیگه است. یکی از دلایلی که فرمودی جمع میشه، من فکر می‌کنم اینه که اون کسی که به شکل زننده یا خیلی بی حجاب بعد حجاب میاد بیرون، دوست داره دیده شه که این کارو میکنه. حالا اگه کسایی که او رو میبینن روشونو برگردونن و اون رو نبینن، اون میخواسته دیده شه، حالا میبینه دیده نمیشه، میره با بهترین پوشش میاد. با متین ترین پوشش. منطقاً این اتفاق باید بیفته. خیلی ممنون استاد. ما یه فاصله بگیریم، اشکالی نداره. بعد برگردیم و ادامه پرسش شما مطرح کنیم. بفرمایید. خیلی ممنونم از همراهیتون. بریم سریع سراغ طرح سوال بعدی. آیا این درسته که بگیم دین بدون انسانیت شوخیه؟ بنابراین کسی که رحم و صبر و حیا نداره ایمان نداره. بعضی میگن خیلی ها دین دارن ولی ایمان ندارن. تدین آدم بد و بدتر میکنه و میشه مثل داعش، چون برای بیرحمیش توجیه قوی پیدا میکنه. تو پرانتز نوشتن دلیل آیه شفا. آیا چنین استدلال کردنی درسته؟ نه خیر. چون دین از 2 بخش درست شده، اصول و فروع. بله. اصول مشخصه، فروع هم مشخصه. الان عرض کردم که معارف دین 3 شاخه میشه. بله. عقاید، اخلاق، احکام. پیامبر میفرماید من برای اتمام مکارم اخلاق مبعوث شدم. با استول اتم مکارم الاخلاق. کسی که عرض کنم که بد اخلاق باشه، انسانیت نداشته باشه، حیا نداشته باشه، کجاش دیگه دین داره؟ دین نداره دیگه. کدوم دین؟ دینی باقی نمیمونه. عرض کنم که جبرائیل بر حضرت آدم نازل شد، گفت که من از طرف خدا پیام آوردم که 3 تا سوغاتی، 3 تا هدیه برای شما آوردم. عقل، حیا و ایمان. فکر کنم سومیشو فراموش کردم. یکی از این 3 تا رو انتخاب کن، اون 2 تا میرن سراغ کارشون. این 3 تا یکی رو انتخاب کن.
حضرت آدم گفت من عقل انتخاب کردم. جبرئیل به اون دوتا گفت برید سراغ کارتون، شما رو انتخاب نکرد. یه چیزی بگم همینجا، میخوام بدم درست فکر میکنم اینه، چون اگه کسی که عاقل باشه خود به خود اون دوتا رو هم حتما داره دیگه، ولی کسی که عقل نشه رو یه دونه داره. روایت هم همینو میگه. خب خدا رو شکر. درست بگم. وقتی که به اونا شما برید، گفتن که نه، ما مأموریم هر جا عقل باشه ما پیشش باشیم. چون عقل انتخاب کرده، دین و حیا هم، ایمان و حیا هم باید همراهش، چون امر عقلانی است اونا. بله، ما مأموریم یا هر جا عقل باشه ما هم باشیم. چطور میشه کسی بخواد عاقل باشه، ایمان داشته باشه و عقل نداشته باشه، ایمان داشته باشه حیا نداشته باشه؟ لا دین لمن لا حیا له. کسی که حیا نداره دین نداره. این روایت رو خوندم. بله. از این دست روایت زیاد داریم. پس فرض این سوال درست نیست. یه ذهنیت رو به هم بافته، یک فرضیه های رو مطرح کرده که هیچ کدام حقیقت نداره. بگیم که طرف دین داره اما حیا نداره، دین داره اما عدالت نداره، اما رحم نداره. کجاش دین داره؟ کدوم دین؟ بله، اگر منظور شما از دین اون جعلیاتی است که آیا شما داعش رو دیندار میدونید؟ کاراش مطابق عقل بود؟ به هیچ وجه. مطابق قرآن بود؟ قرآن نمیگه که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و له عذاب الیم تا آخر آیه. خب اینا انسان‌های بیگناه رو میکشتن دیگه. بله. خلاف قرآنه. آیا پیامبر ما کسی رو سوزونده؟ خیر. زنده؟ خیر. خب اینا چطور میگن ما پیرو آیین پیامبریم؟ سنت، کدوم سنت پیامبر؟ یه مورد پیدا کنن که پیامبر از کارهای داعش کرده باشه، پس اونا رو شما به حساب اسلام نذارید. این همون حرفی که آمریکایی هم کاری که آمریکایی‌ها میکنن، دشمنان اسلام میکنن. اون سنی آمریکایی رو یا شیعه انگلیسی رو، اینها رو به حساب اسلام میذارن. اینا هیچ ربطی به اسلام ندارن. اینا یک زائده‌ای هستن که خودشون چسبوندن به دین و ربطی هم به دین ندارن. پس سوال، اصل فرض سوال غلطه، اشتباهه. خیلی ممنونم از پاسخ خیلی دقیق و کارشناسیتون. یکی از چیزایی که تو پیامک اومده بود همین، گفتن استاد خیلی پاسخ دقیق در عین حال که کوتاه است اما دقیق و کارشناسی و فنی. خدا خیرتون بده. اون چند سال پیش هم که تو برنامه پرسمان ما با شما برنامه داشتیم، حضرت آقا هم که تعریفی که از فرمایشات شما کرده بودن این نکات رو یادآور شده بودن که پاسخ‌ها دقیق، فنی، به اندازه و اینا. خدا خیرتون بده. گفتن بازی کردن با پاسور فقط برای تفریح و گذروندن اوقات فراغت مشکلی داره؟ یعنی مثلا شرط بندی اینا نباشه، فقط برای گذروندن؟ بله، حرامه. اون چه که خاص قمار ساخته شده، خریدش، فروشش، نگه داشتنش، بازی کردنش، هر نوع استعمال و عرض کنم که به کار گرفتنش حرامه. حتی قمار نشه باشه، حتی قمار هم نباشه. از اون طرف ممکن انسان مثلا با گردو بازی کنه ولی برد و باخت باشه، اونم حرامه. پس دو تا نکته هست. یک، ابزار خاص، یعنی آلات خاص قمار، اون مطلقاً حرام است، خریدش، فروشش، نگه داشتنش، بازی کردنش. دو، اون چیزی که باعث برد و باخت میشه باز اون حرامه، ولو با همین کارتای معمولی، ولو با این چی میگن، مارپله میگن، چی میگن، منچ و مارپله. آره، همین هم اگر برد و باختش باشه حرامه. که خواهن سر پول مثلا برد و باخت کنن. پس اون چیزی که اینجا هست، بله، اگر اون برگه ها، اون ورق ها بشه کارهای دیگه هم باش انجام داد، اون وقت دیگه این بازی ها اینا اشکال نداره باش. یا خودشون مثلا برگه‌های درست کنن که بهش ابزار قمار نگن، آلات خاص قمار نگن، اون وقت بازی کردن. مثلا همین بازیایی که بچه‌ها میکنن با این مثلا ورزشکارا و نمیدونم یه سری از این برگه‌ها هست که ورق‌ها هست که باش، اونا اشکال نداره چون خاص قمار نیست. آقا چون این به نظرم مبتلا به زیاد داره، من یه ذره بیشتر این سوال باز کنم. چه موقعی ممکنه یه آلت قماری دیگه آلت قمار نباشه؟ مثلا میگم یه زمانی شطرنج مثلا جزء آلات قمار محسوب میشد دیگه. بعد فتوایی که امام دادن دیگه بعد از اون انجام شد و مسابقاتش انجام میشه و الان دیگه این که تشخیصش با عرفه. این که الان این آلتی از آلت قمار بودن خارج شده،
تو عرف اینجوری عرف با تشخیص بدن. خب زمانی که امام فتوا رو داد 2 تا شرط گذاشت. یک این که اون عنوان سابقش رو از دست داده باشه که آلات خاص قمار بودنش. 2 برد و باخت توش نباشه. با این 2 تا شرط امام فرمودن که شطرنج اشکال نه. شطرنج در زمان ما شده بود مثلا پینگ پونگ. دارن بازی میکنن دیگه. بله بله. ولی اگه برد و باخت نباشه حرام نیست. این هم شده که از اشتهای ورزشی و مردم با این عنوان یعنی که از اشتهای ورزشی مثلا فرض کن که برای خودش فدراسیون داشت و تشکیلات و تو بازی‌های بین‌المللی هم مسابقاتی بود. اگه اینجوری شده باشه اون عنوان سابق رو از دست داده باشه، منتها تشخیص این که آیا الان این آلت قمار هست یا نیست، این دیگه با مجتهد و با حاکم شهر با اون مرجع تقلید نیست، چون او در این رابطه فرقی با دیگران نداره، بلکه دیگران از او آگاه‌ترن. اونا بهتر تشخیص میدن که الان تو زندگی مردم تبدیل به عرف شده نشده. آره. اینو اوشون خبر نداره چون تو خونه‌های مردم نیست. آره. اینو خود عرف مردم بهتر تشخیص میدن که این شده یا نشده. این تشخیصش با خود مکلفه که ببینه عرف جامعه چه حکم میکنن. خیلی ممنون. گفتن که چه اصول اخلاقی رو باید در پزشکی رعایت کنیم؟ پرستار تا چه حدی در برابر بیمار وظیفه داره؟ بعضی بیماران واقعا پرتوقعن، توی این وضعیت کار میکنیم و با تأخیر حقوق میگیریم و شرایط سخت و اینا، با این وضعیت اقتصادی نمیتونیم مخارجمون رو تامین کنیم، گاهی واقعا انگیزه و حوصله کار نداریم. چیکار باید کرد؟ آیا مدیون میشیم و حق الناسی به عهده ماست؟ ممنون میشم کامل توضیح بدین. احتمالاً اون برنامه روز پرستار ما رو دیدن. نکته اول اینه که خب در چارچوب قانون باید عمل بکنن. اونا بر حسب قانون تعهدی سپردن که انقدر حقوق میگیره، این شرح وظایف رو هم براش مشخص کردن. شما این کار رو انجام بده، انقدر بهت حقوق داده میشه و این مقدار ساعت کارته، معمول ساعت کار هم اینه. شرح وظایف کاملا تو قانون مشخص شده. خب در چارچوب همون شرح وظایف و همون قوانین باید عمل بکنه. نکته بعد این که حالا این کار یه وقتی که همون در چارچوب قانون و مقررات و با محاسبات مادی، خب مثل بقیه کارها، مثل کارگر ساختمان مثلا، یه وقت نه قصدش قصد قربت باشه، اون لحظه‌ای که داره کار میکنه عبادت میکنه و یکی از بهترین عبادت ها رو هم انجام میده. در این باره روایت خیلی زیاد داریم، کسانی که پرستار مریض باشن، در واقع مریض در پناه خدا و اصلا اسیر خداست، تعبیر روایت اینه. و کسی که به اینها میرسه ثواب‌های خیلی فراوانی داره. از این منظر بیشتر نگاه کنم به کار. اگه بخواد این باشه خسته نمیشن. اصلا اونا براشون مهم نیست که کار چقدره، بیمار میفهمه نمیفهمه، قد شناسی میکنه قد شناسی نمیکنه، اصلا اونا براشون مهم نیست. مهم اینه که این کار برای خداست و خدا هم میبینه و خدا هم فراموش نمیکنه، کم نمیذاره و اجر و پاداش فراوان هم میده. مطلب بعد اینکه اگر واقعا اون چیزی که شرح وظیفه‌شون بوده مخصوصا نسبت به مردم کم گذاشته باشن، بله حق الناس به گردنشون میاد. مثلا فرض کن باعث شده که این بیماری طول بکشه، این اگر بهش میرسید یه هفته مرخص میشد، الان مثلا 2 هفته شده، این یه هفته به خاطر کوتاهی او هست، حق الناس به گردنش میاد. یا طرف مرده، اگر ایشون بهش میرسید نمیمرد، حق الناس به گردنش میاد و راهش هم اینه که باید بره از اون طرف او رو ببخشه. یه وقت حق الناس مالیه، فقط ضرر مالی کرده بیمار، یه وقت نه ضرر جانی هم کرده. در هر دو صورت باید مراجعه کنه به اون و اگر هم پیداش نمیکنه وقت باید براش استغفار کنه و باید رد مظالم بده تا حدی که این حق الناس ادا بشه. اینجا دیگه دامنش خیلی وسیعه که صورت‌های خیلی متفاوتی داره. حالا ان شاءالله خدا کمک کنه، واقعا پرستار کارشون خیلی سخته. اصلا کلا یه سری مشاغل به همون میزان هم ثوابشون خیلی زیاد، بله بیشتر، ارزششون خیلی زیاد و جامعه هم باید قدر اینها رو بدونه. باید جامعه فرق بذاره بین کسی که داره پرستاری میکنه یا کسی هممون به نظرم تو بیمارستان بالاخره خدا نصیب نکنه، ولی خیلی همون بالاخره پیش اومده که تو بیمارستان لا بستری هم نبودیم، فضا رو دیدیم دیگه، ملاقات رفتیم، یا بعضی وقتا مریضا بدحالن، بی‌حوصله‌ان، شروع میکنن داد کردن سر این پرستارای بندگان خدا. اینا باید خیلی صبور باشن با این فشار کاری و خستگی و اینا که بتونن خوب جواب بدن و اینا.
خیلی ممنونم استاد محمدی شاهرودی عزیز، مثل همیشه خیلی استفاده کردیم. خدا خیرتون بده. امری نیست، محتاجیم به دعای شما. خیلی ممنونم. تشکر فراوان از بابت همراهیتون. 162 رو فراموش نکنین، شماره عمومی سازمان هست. اعلام نظر راجع به برنامه خودتون حتما بفرمایید. بی‌نهایت سپاس فراوان از اینکه امروز هم هدیه دادین نگاه مهربون و زلالتون رو به برنامه خودتون. یاد خدا، مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. یا حق. خداحافظ.